به نظر شما انتشار این عکس یه اتفاق ساده است یا یه نقشه حساب شده؟ یه سوال، تا حالا به اسپانسر برنامه عشق ابدی فکر کردین؟ پشت اون همه تبلیغ پرزرق و برق و شیک یه رد پا هست. رد پایی که میرسه به راستشون. بله، اون آقای دکتری میگه که اوضاع خیلی خیته. آقای رشید اوضاع خیلی خیته. یه مثال قشنگی میزد، میگفت چی؟ برو از آمازون شخصیت بخر. اگه شما اسپانسر برنامه عشق ابدی نیستی پس کی اسپانسره؟ ایلان ماسک. بابا لاک چری. ولی میدونستی یه دکتر قلابی هست که اونجا تکه کلامش اوضاع خیلی خیته است. داره های گایز، به نفس شو خیلی خوش اومدین. من نفس هستم و امروز میخوام یکی از جنجالی ترین پشت پرده های برنامه عشق ابدی رو زیر ذره بین ببریم. پس اگه فکر میکنی عشق ابدی یه شو ساده عاشقانه است، این ویدیو رو از دست نده. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله رو فعال کنید و با من همراه باشین. آقای رشید پورم امشب مهمان هستم. ای جون. آقای رشید پور سوژه جنجال این ویدیو ما هم هست. حالا بگید چطوری؟ حاشیه از اونجایی شروع میشه که سودای عشق ابدی که معرف حضور همتون هست در کنار مهراد و تناز و شاهین با شخصیت شناخته شده ای مثل رضا رشیدپور عکس میگیره و تو استوریاش منتشر میکنه. به نظر شما انتشار این عکس یه اتفاق ساده است یا یه نقشه حساب شده؟ نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسین. یه سوال، تا حالا به اسپانسر برنامه عشق ابدی فکر کردین؟ پشت اون همه تبلیغ پرزرق و برق و شیک یه رد پا هست. رد پایی که میرسه به رضا رشیدپور. قبلا هم تئوریای مطرح شده بود که اسپانسرای این برنامه داخل ایران هستن. حالا با انتشار این استوری این تئوری قوت پیدا کرده، مخصوصا بعد از اینکه معلوم شد سودا داخل ایران و در صدا و سیما برنامه‌های اجرا کرده و پرستو صالحی که دیگه معرف حضور همتون هست. چیدن این پازل ها کنار هم و آدم هایی که داخل ایران کار میکردن و رضا رشیدپور، آیا این تئوری رو داره به فکت تبدیل میکنه؟ شما بگین. سودا کلا ممالهاش هست، میگه نه ولی هست. یه روز با نگار درگیری فوش و فوشکاری گیس و گیسیشی، یه روز زیر سرمه، یه روز پای خانواده رو میکشه وسط ترحم میخره و یه روزی که با نگار مجبور صلح کنه که به نظر یه صلح موقت میاد چیکار میکنه؟ فهم کنه خدای چیکار کنم چیکار نکنم، یه حاشیه درست کنم، میره یه استوری منتشر میکنه. حالا که استوری منتشر کرده و فضای مجازی رو ترکونده، میاد یه استوری دیگه میذاره دوست از ما با آقای رشیدپور به طور اتفاقی تو رستوران برخورد که از روی ادب و احترام عکس گرفتیم. لطفاً از هر چیزی حاشیه نسازید. چشم، ما منتظر دستور شما بودیم که از هر چیزی حاشیه نسازیم. والا بعد از این همه هیاهو و جنجالی که به وجود اومد، با یه استوری آقای رشیدپور اومدن تکذیبیه دادن. ببینیم. دوستان سلام عرض میکنم. بعضیاتون میدونید که من استانبول هستم برای سفر کوتاه و اینجا هم کافه‌ای به نام هوکا هست. خیلی از ایرانی‌ها میشناسن به دلیل نان الکلیک بودنش و خب من قرارهای دوستانم رو با رفقام در اینجا میذارم. آقای رشیدپور شما به ما ثابت شده نیاز توضیح نیست. حالا اونجا که هستی میخواد نات الکل باشه، میخواد با الکل باشه؟ خواهش میکنم یه لحظه بلند شو. بیا. اینجا همون جایی که یک عکسی از من منتشر شده. گفتم که ما شما رو قبول داریم. نیازی نبود بلند شی بری دوباره همون رستوران هزینه کنی تا با ما نشون بدی لوکیشن کجاست. ما فهمیدیم کدوم رستورانه. الکی گفتم. همینجا نشسته بودم، 4 تا دختر و پسر ایرانی عزیز اومدن به من اظهار لطف کردن و مثل خیلی‌ها گفتم با هم دیگه عکس میگیریم. در اون لحظه من مسئول تفتیش سوابق کسی نیستم که تو چی هستی، از کجا اومدی. همین که ایرانیه و به من محبت داره، لطف داره، برای من در اون لحظه کفایت میکنه. شما که بزرگواری ولی واقعا اینا رو نمیشناختی؟ راستشو به همین دلیل با احترام لطفشون رو پذیرفتم و با هم دیگه عکس گرفتیم و هر بار همین اتفاق بیفته طبیعتاً من قدردان محبت مردمم، به من لطف میکنن و میگم با هم دیگه عکس میگیریم.
بنابراین من نه ارتباطی با اون دوستان دارم و نه برنامه عشق ابدی رو حالا به دلیل ذائقه شخصیم، سلیقه شخصی مثلا ندیدم. تا واقعا ندیدی؟ واقعا؟ بله اون آقای دکتره میگه که اوضاع خیلی خیته. الان هم ادبیات جنگی داره به جاهای باریک کشیده میشه. آقای رشیدپور اوضاع خیلی خیته. میدونم که بسیار بین جوان‌ها وایراله و دیده میشه، اما خب من نگاه نکردم. این صرفاً یک کافه است، نه پشت صحنه جاییه، نه اتاق فرمان جاییه. خیلی ممنونم که بهش پرداختید. به نظرم لازم بود که با این ویدیو صادقانه ماوقع رو به شما توضیح بدم. برنامه رو که اصلا ندیده بودی، ولی میدونستی یه دکتر قلابی هست که اونجا تکه کلامش اوضاع خیلی خیته است. آره؟ هشیک شما چی فکر می‌کنید راجع به حرفاش؟ به نظرتون داره درست میگه یا نمیدونم؟ شما بگید. اصلا بریم با خود رشیدپور حرف بزنیم، شاید حضوراً راستشو بگه. آقای رشیدپور سلام. سلام. یه 2 سوال داشتم خدمتتون. ببخشید که مصدق اوقاتتون شدم وسط غذا خوردن ها. اگه شما اسپانسر برنامه عشق ابدی نیستی پس کی اسپانسره؟ ایلان ماسک. اگه شما می‌خواستین برنامه عشق ابدی رو بسازین کجا می‌ساختین؟ سوئیس. بابا لاک چری؟ به نظر من خب بی سیاست ترین و ساده ترین فرد این ویلا سوداست. خب و این از یه جهت‌های بده، از یه جهت‌های خوب. ولی من فکر نکنم قضیه رو اینجوری نمیبینم. ببینم تا اینجای ویدیو رو دیدی لایک کردی؟ سابسکرایب یادت نره ها، زنگوله رو هم فعال کن. خیلی ولی مردم موج سواری هستین خدایی، احساساتی و موج سوار. یعنی کافیه یک موجی راه بیفته همه روش سوار بشین. اصلا نمیتونین یه 5 دقیقه بشینین یه تحلیل بکنین، فقط کافیه یه چیزی بگین رو همون موج برین. تو خوبی، تو خیلی خوبی. وقتی که به یه نفر بیش از ظرفیت مغزیش بها داده میشه و به خاطر 4 قطره اشکی که تو قسمت قبلی ریخ همه مردم گل و بلبل و قلب براش فرستادن و ترحم خرید، این هم میشه نتیجهشو یه همچه حرفایی باید از همچین آدمی بشنویم. صرف کامنت منفی‌ها رو پاک نکن، بذار نظرمون رو بگیم. مثلا میخواد بگه که کامنت منفی‌هاش اگه کمه داره پاک میکنه. بیکارم مگه بیام بشینم نظر منفیتون مگه به چیز منم هست که پاکش بکنم آخه. به قول الهه یه مثال قشنگی میزد، میگفت چی؟ برو از آمازون شخصیت بخر. شما از آمازون برای خودت شخصیت سفارش بده. هنوز 20 سالته. شما از آمازون برای خودت شخصیت سفارش بده. عزیز دلم. آها پرام، اصلا باورم نمیشه رشیدپور یه همچین برنامه‌ای تولید کرده. 3 2 کیا تو جمع گل میکشن؟ به اصطلاح بهش میگن بدفردی. ماری جانا قنچه گله. خب اون که الان 20 دقیقه پیش باید بود. یه دور بشم برنامه رو ببینم، شاید به اطلاعاتم اضافه شد. شما ممکنه یه چیز دیگه بزنید. چقدر کار کردین در کابارو؟ 4 روز. 4 روز؟ کلا 2 روز میخونه، 2 روز کلاب. این همه راه کوبید رفتی تا استانبول؟ 4 روز کار کردی؟ چرا؟ فکر کنم رضا جون دوست داشت بیشتر بمونه دختره. آخه این چه برنامه‌ای تو میسازی؟ همینا رو میسازی آدم فکر میکنه میتونی اسپانسرش ابدی هم باشی دیگه. قدیما اوج خلاقیتت مصاحبه با خاله شادونه و حضور در برنامه صبح جمعه در اصفهان بود. و دیگه تقصیر خودته. حالا شما بگین به نظر شما آیا میتونه سازنده که اسپانسر برنامه عشق ابدی باشه یا نه؟ اگر که آره لایک، اگر نه دیسلایک نشون بده. درسته صدات خوبه ولی اگه نخونی هم اتفاق نمیافته. به خدا من نمیفهمم شما اینجا رو فهمیدین میگه پوست شیک؟ قلب پرنده، پوست تما، پوست شیک داشته به پوست درم فکر میگرده، گفته بذار بگم خیلی شیکی. یادم بچه بودیم برنامه اجرا میکرد لوس بی‌نمک، ولی انگار هرچی سنش رفت بالاتر جا افتاده شد و بهتر شد. خداییش خیلی بهتر از اون موقع شد. بله وقتی نتونن تحملت کنن بهت تهمت میزنن. کی بهت حالا تهمت زده؟ بیا اونو به من نشان بده. بیا به خودم نشان بده، من خودم درست میکنم قضیه رو. به خدا که درست میکنم.
قصه نخور. حالا فکر کن هر شب داری برنامه عشق ابدی رو میبینی، لایوها و استوریای بچه‌ها رو میبینی، بعد یه همچین جنجالایی هم از توش در میاد. حالا آخر شب شده میخوای بری بگیری بخوابی. افکار من نصف شبا وقتی بیخوابی به سرم زده. جان مار مره نده به بنده میر دارنی بخر نارنی بمیر جان مار می دل درون ده تر کنه شکار شوکا بردمه شوکا بره داشته می دل قصه داشته خواستگار دل خواه بردمه دل خانوم زه داشته می دل قصه داشته گمکه کی جاشه رو سریر زیر دبسه آخ مرسا درمه خاره کی جا درمه خدا اشرف مخلوقاتی کی بودی تو؟ خالق مشلوقاتی کی بودم من یک خالق مشلوقات هم. این بود یه ویدیو دیگه از حاشیه‌های این برنامه پرطرفدار. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، هوای خودتون رو داشته باشین. دوستتون دارم خیلی زیاد، میبوسمتون. I love you. خدا.